یادآور می‌شویم که فستیوال گل‌ها تحت عنوان سری گل لاله شروع از سال 2019 در جمهوری برگزار می‌شود. هدف از برگزاری این فستیوال پیش از همه وسعت دادن کارهای آبادانی، بنیادکاری و سازندگی، بیدار نمودن ذوق زیبایی پرستی در ذهن هر ساکن مملکت و معرفت اکولوژی، آباد و زیبا نمودن هر خانه، کوچه، محله، دهات، دهات، شهرک، ناحیه، شهر، ولایت و جمهوری میباشد. خاطر رسان می‌شویم که فستیوال موافق امر پرزیدنت مملکت به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان گذرانیده می شود. فستیوال جمهوری گل‌ها تحت عنوان سری گل لاله از روی نامیناسی‌های گلپروری بهترین، گلگشت و خیابان، باغ‌های فرهنگی و فراغتی، دهه‌ای بهترین، محله بهترین، دهاتی بهترین، شهرکی بهترین، ناحیه‌ای بهترین و ولایت بهترین برگزار گردید. با آزمون امروزه از طرف کارمندان خواجگی جنگل نزدیکوی آسان، خواجگی جنگل شمسین شاهین، خواجگی جنگل خوالینگ، مومن آباد و دیگر شهر و ناحیه‌های که منطقه باختر در نمایش امروزه گل‌های موسمی در تل و تپه‌های کوهستان جمهوری تاجیکستان می‌رویدگی اینچنین علف‌های داروباری و گیاهی شفابخش پیشنهاد کردند و نیت دارند کارمندان خواجگی جنگل که در آینده نیز در چنین نمایشات در سطح بلند اشتراک نموده سهم خود را در آبادانی دیار خود رسانند. همین طریق در نامیناسیای گلپروری بهترین جای اول نصیب محسدین غویبوف اگرونومی ریاست استفاده بری راههای ناحیه شاه منصوری شهر دوشنبه گردید. در نامیناسیای گلگشت و خیابان گلگشت نزد بینای سرک دولتی شهر دوشنبه صاحب جای اول گردید. در نامیناسیای باغ‌های فرهنگی و فراغتی باغ فرهنگی فراغتی به نام احمدی دونیش سزاوار جای اول گردید. در نامیناسیای محله بهترین محله بوربد ناحیه سینوی پایتخت صاحب جای اول گشت. در نامیناسیای دهاتی بهترین جای اول نصیب دهه‌ای قینری ناحیه واسه گردید. در نامیناسیای دهاتی بهترین جماعت دهاتی فخرآباد ناحیه خراسان جای اول را صاحب شد. در نامیناسیای بهترین شهرک جماعت شهرکی سربندی شهر لیوکان سزاوار جای اول گردید. غالبان فستیوال با شاه جایزه دیپلم‌های درجه 1، 2 و 3 و شخصانی تشبوسکار، راهبران کارخانه، مؤسسه و دیگر تشکیلات که در آن فعالانه اشتراک نمودند با افتخارنامه و سپاسنامه کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قدردانی کرده شدند.